یعنی عصبانی یعنی فکر نمیدونم چیکار آخرین دور کنده همون بوده که کارم نمیتونم فراموش کرده. وقتی مصیبت به بالات آمد، پدر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، یک عزیز و نزدیکت بندگی میکنه، باید صبر کننده باشی، صبور باشی. خوبم نمیدونه داده جان گیره نکنیه اریم صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. ثواب صبر به چنان وزوین و گرانی هست که ترازوی قیامت او را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه قریب دیوانه میشید و همین حالا داشته دیگه کودک رایده سونیم. العالمین میگه من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. همین فکره همین ذکره من طرفی راست میگه کم طرف میکره انسولت. العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و دردم خودم باید درد میکنه میسوزه دورو میخرم دورو خطی ما دورو خطی داده جان گیره نکنیه اریم این بچه هم خیلی بیمار شده بود میشه جراحی کرده. صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و شما. این دخترچه ها میشون دارم شکم مادرشون بودن اویله من بیچارم دیگه عصبی شیدم برای کودک برای مریم جون بسیاری باید قریب دیوانه میشید و همین حالا داشته دیگه کودک رایده سونیم. وقتی مصیبت به بالات آمد، پدر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، یک عزیز و نزدیکت بندگی میکنه، باید صبر کننده باشی، صبور باشی. این جمله را در زبان بگو که انا لله و انا الیه راجعون. یعنی صبر در مصیبت داشته باشی. این خود میدونم دردم خودم باید درد میکنه میسوزه دورو میخرم دورو خطی ما دورو خطی فشار ما مثال گپ کپیده سودا مثال اما عصب دورو میخرم یکون لحظه خوب میره من نمیدونم همین روح میبره میره و همیشه درست خوب میبینم میخیزم ای خوبم بفرایم اوجی میخیزم در درین عرق چطوریم بفرایم همه در دستی پروردگارم. ثواب صبر از همه ثواب ها بالاتر است برادران عزیز بزرگوار. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند در روز قیامت وقتی خداوند ملائکه ها را امر میکرده است برای ادای ثواب عمل های من و شما، انسانی که مصیبت در بالاش آمده بود، انسانی که یعنی صبر در یک حالت دشواری و مشقت کرده بود، در نزد خداوند دعوا میکرده است. ملائکه ها را میگفته که ثواب صبر من برام ادا کنه. این ملائکه ها نگاه میکردن که ثواب صبر با چنان وزوین و گرانی هست که ترازوی قیامت او را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه ها به خداوند مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه ها خطاب میکرده که استعیذ بالله انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رب العالمین میگه من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. یعنی ثواب صبر در قیامت در ترازوی قیامت وزن نمیکنه، خداوند خودش ثواب صبر ادا میکرده است. به همین خاطر من و شما در این رنج و مشقتی که امروز در زندگی داریم صبر کننده باشیم. لیکن عصبانی یعنی فکر نمیدونم چیکار آخرین دور کنده همون بوده که کارم نمیتونم فراموش کرده. Sich nicht
جمله من میفرمایند ان الله مع الصابرین. رب العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و عبادت، از گناه و معصیت صبر کنه، الله رب العالمین میگه من همراهی او شخصیت است. خیلی یعنی عزتی بزرگی است که الله رب العالمین همراهی شخصیت های صبر کننده میشده است. من سال 1989 نماز میخونم، روزه ماه شریف رمضان رو میگیرم. 8 سال آخر گفتم با کم در دیوانه شدم، به عقل شدم، روزه دوشنبه پنجشنبه روزه میگیرم. لذت نکنیم بگم هر کس خودش جواب سوالشه، درمش خدا خودش میدید. عزیزای خدا میگویم برای انسان 3 نوع صبر لازم است: صبری در طاعت، صبری از معصیت و صبری بر مصیبت. در هر نوع طاعت و عبادت و بندگی خدا صبر لازم است. صبری در طاعت و صبری از معصیت. در حالت گناه حاضر شدی، اون لحظه می آید که باید گناه انجام بدهی، باید خودت به دست بگیری، صبر کنی و گناه انجام ندهی. برادر عزیز بزرگوار، دادا جان گیره نکن، میگه ارو این بچه هم خیلی بیمون شده بود، میشه جراحی کرده. ثواب صبر بچنان وزوین و گرانی هست که ترازوی قیامت او را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه به خداوند مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها، این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه خطاب میکرده که استعیذ بالله انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رب العالمین میگه من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. یعنی ثواب صبر در قیامت در ترازوی قیامت وزن نمیکنه، خداوند خودش ثواب صبر ادا میکرده است. به همین خاطر من و شما در این رنج و مشقتی که امروز در زندگی داریم صبر کننده باشیم. لیکن عصبانی یعنی می فکرم نمیدونم چخیل خودم دور کنم، ده همون بوده که کورم نمیتونم فراموش کرده ده. مردم چی خوش داره کرد که اولا فرزند شما را دستگیری کردن، بعدا شما خودتون میفرمایند ان الله مع الصابرین. رب العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و عبادت، از گناه و معصیت صبر کنه، الله رب العالمین میگه من همراهی او شخصیت است. خیلی یعنی عزتی بزرگی است که الله رب العالمین همراهی شخصیت های صبر کننده میشده است. این دخترچه ها میشون دارم شکم مادرشون بودن، اویله من بچورم دیگه عصبی شیدم برایم کودک، برایم مریم جون بسوری باید قریب دیوانه میشید و همین حالا داشتیدک دیگه کودک رو رایده سونیم. صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و شما.